درود و وقت بخیر خدمت همگی شما عزیزان. لیلا هستم و با پیام دیگه مهمان منزل‌های شما هستم. چند سال پیش که ما به این محل سکونت جدیدمون اسباب کشی کردیم و من در حیاط خونمون دوست داشتم که از درختان انگور ایران چند نوعش رو داشته باشم. به خاطر همین در یکی از سفرهایی که از اقوام من به کشور ما داشتم 3 نوع انگور رو برای من آوردن و من اینها رو اینجا به ترتیب کاشتم و تقریبا اندازهشون انقدر بود و در سالهای بعدی رشد کردن. 1-2 سال بودن تو باغچه و پارسال یکی از این درختانی که برای من آورده بودن خشک شد و مجبور شدم که از تو باغچه بکنم و بندازمش دور و امسال دوباره بهار که شد و من دیدم که فقط این یک درخت رشد کرد ولی اون یکی درخت دومی رشد نکرد و همینجور که میبینید همین الان کندمش. من تا همین الان هم صبر کردم، گفتم که شاید مثلا رشد بکنه، رفتم براش کود گرفتم، مواد مغذی گرفتم و آبیاری کردم ولی متاسفانه همینجور که میبینید این خشک شد و اینو من باید بندازم دور. و همینجور که اخی که داشتم فکر میکردم دیدم که به قسمتی از کلام خداوند در یوحنا فصل 15 واقعا فکر کردم که خداوند عیسی مسیح میفرماید که اون تاک هست و خداوند باغبانه. با هم دیگه این رو مطالعه میکنیم. یوحنا فصل 15 تاک حقیقی. من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است. هر شاخه‌ای در من که میوه نیاورد آن را قطع میکند و هر شاخه‌ای که میوه آورد آن را هرس میکند تا بیشتر میوه آورد. شما هم اکنون به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. در من بمانید و من نیز در شما میمانم. چنانکه شاخه نمیتواند از خود میوه آورد اگر در تاک نماند، شما نیز نمیتوانید میوه آورید اگر در من نمانید. من تاک هستم و شما شاخه آن. کسی که در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد، زیرا جدا از من هیچ نمیتوانید کرد. اگر کسی در من نماند همچون شاخه است که دورش میاندازند و خشک میشود. شاخه های خشکیده را گرد میآورند و در آتش افکنده میسوزانند. اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، هر آنچه میخواهید درخواست کنید که برآورده خواهد شد. جلال پدر من در این است که شما میوه بسیار آورید و این گونه شاگرد من خواهید شد. از آیات 1 تا 8 رو خوندم. پس همونجور که میبینی عیسی مسیح تاکه و خداوند باغبانه و باغبان از ما میوه میخواد. همونجور که من انتظار دارم که از این درخت انگور میوه به بار بیاد، پس خداوند هم انتظار داره از تک تک ما که میوه و ثمر بیاریم و با زور انسانی ما نمیتونیم ثمری بیاریم اگر که در تاک نمانیم. اگر ما در مسیح نباشیم تمام اعمالی که انجام میدیم تمام اعمال انسانیه و در نهایت ثمره‌ای نخواهد داشت. ما باید بتونیم که واقعا از کلام زنده خدا تغذیه کنیم، در او بمانیم. اینجا عیسی مسیح از 2 نوع صحبت میکنه. در کلامش میفرماید که اون رو قطع میکنه. پس اگه که واقعا خشک بشیم و اصلا در مسیح نمانیم خشک میشیم و مثل همین شاخه‌ای که الان دیدین من کندمش و خشک شد، هیچ ریشه‌ای نداشت و خشک شده بود و میندازمش سطل آشغال یا اینکه حالا اگه باربیکیو چیزی داشته باشه میندازمش تو میسوزه. و از یه نوع دیگه هم صحبت میکنه هرس. یادمه که در شهری که من ازش میام خیلی بوستان‌های فراوان، تاکستان‌های زیادی بود و در فصل‌های مختلف که فصل‌های به خصوصی از سال باغبان‌ها می اومدن و شاخه‌های درخت رو هرس می‌کردن که ثمره بیشتری بیاره. پس بعضی موقع هم ماها که در مسیح هستیم خدا اجازه میده که ما برای آوردن میوه‌های بیشتر در خداوند واقعا تأدیب بشیم، تعلیم ببینیم و بتونیم میوه‌های ماندگار بیاریم. از چه میوه‌هایی؟ میوه‌هایی که در غلاطیان فصل 5 هستش، آیات 22 و 23 که شما معروفه به 9 تا میوه روح القدس که محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خویشتن‌داری هستند. این میوه‌ها خصایص و مشخصات یک فرد مسیحی هستند که نه تنها خودمون میتونیم از شیرینی این میوه ها لذت ببریم و کاممون شیرین بشه، بلکه میتونیم با به بار آوردن این میوه ها و این ثمراتی که ثمرات روح القدس هست در وجودمون باعث
شادی و شیرینی و خوشکام شدن دیگران و اطرافیانمون باشیم و باشه که هممون مثل این یک درخت که در مسیح ماند و داره شاخ و برگ میکنه، داره روز به روز بزرگتر میشه، ما هم بتونیم که در مسیح بمانیم و ثمر بیاریم و بتونیم باعث شادی باغبان که خداوندمون عیسی مسیح باشیم. فیض و آرامش مسیح همراهتون باشه. تا پیام بعدی، بدرود.